کلی در بهشت رسول الله برای تو باز میکند و اولین امتی که وارد بهشت میشود امت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. من و تو با این پیامبر چی کردیم؟ به صحرای محشر رسول خدا به زیر عرش رحمان می آید، گریه می کنه به زیر عرش خداوند. حالا که مقام محمود جایگاهی بالا از آن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلمه، رسول خدا اون عظمت و جای خوب و آرامش و راحتی رها می کند، به زیر عرش خدا می آید و گریه می کند. امتی امتی می گوید، از من و تو مسلمان به صحرای محشر شفاعت می کند، سر می گذارد میگه ای الله تو امت مر نبخی سر بر نمی دارم. من و تو با این رسول الله چی کردیم؟ من و تو با این محمد شاه انبیا چی کردیم؟ همه ما مقصریم در برابر پیامبر بزرگ اسلام. و تو فراموش نکرد